بسم الله الرحیم و بهی نستعین. خوب یادم هست اون زمان در حوزه علمیه ما چون بدن بیمویی داشتیم، امام راحل ما رو به عنوان کنتلو به طلبه‌های حوزه معرفی کردند و این به این خاطر بود که چون طلبه ها پشمالو بودند و بنده هم مو نداشتم، امام و آنها ارادت خاصی به من داشتند. هر شب خودشان تریاک رو در کون بنده جاساز میکردند و از همون تریاک هم مصرف میکردند و همون شد که بنده هم آلوده شدم و از همون زمان بود که پروژه برپایی جمهوری اسلامی آغاز شد و در یک نشست منگلی بعد از آلوده شدن بنده جمهوری اسلامی هم تأسیس شد و مرکز برپایی اون سوراخ کون بنده بود. علمای دیگر به این نتیجه رسیدن که سوراخ اکبر کنتلو چه سوراخی است و این نهضت ادامه پیدا کرد از همون زمانی که امام راحلمون تریاک رو بر کون بنده می‌کردن تا الان که رهبر انقلاب شیشه و کرک رو بر کون ما میکنن و نتیجه آن احمدی نژاد و جنگ‌های خیابانی شد. خدایا کون ما رو از شیشه و ترک بی‌نیاز بگردان. آمین. خدایا جمهوری اسلامی را غنی از جنده و کرک و شیشه بگردان. الهی آمین. خدایا رهبر ما رو از فرو کردن جنس در کونمان بی نصیب نذار. الهی آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین. الله اکبر.